چهره‌ها. ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ. چهره‌ها. بازار صابر. 20 نوامبر سال 1938 در دهه صوفیان ناحیه فیض‌آباد به جهان آمده است. معلومات ابتدایی را در مکتب اینترنتی ناحیه حصار گرفته است. سال 1962 فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین حالا دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم نموده مدت ترجمان متخصصان شوروی در افغانستان بوده است و سپس به حیث مدیر شعبه‌های نظم روزنامه معارف و مدنیت، مجله صدای شرق و چندین سال همچون مشاور نظم اتفاق نویسندگان تاجیکستان کار کرده است. سال 1990 وکیل شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. سال 1995 به ایالات متحده امریکا هجرت نموده ماه می سال 2013 با دعوت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به وطن برگشت.